مامان جون بشین، میخوام خبرهای دست اول بهت بدم. میدونی من این خانم جدا شده؟ جدی؟ چرا؟ گویا آقا رضا بهشون خیانت کردن. من اینقدر به این مهین خانم میگفتم که حواسش به این شوهرش باشه. آره مامان جون، راستی این دختر واحد بغلی الهام میشناسیش؟ کدوم؟ همینی که چشاش رنگیه؟ نمیدونم، مشکی رنگیه. ایمان تو دیدیش؟ کی من؟ نه بابا، من همیشه سرم پایینه، میرم میام، نگاه به کسی نمیکنم، من فقط نگاه به تو میکنم. قربونت برم. آره مامان جون، توی باشگاه دیدمش. یه تتو مسخره دارکم زده بود اینجا روشونش، سلیقه ندارن. نه بابا، کجا تو شوناش بود؟ دقیقا وسط کمرش بود، نه اینجا. آره همونجا.